این بازی وحشتناکترین بازی انسانه. اگه میخوای یه نفر رو ساکتش کنی و کاری کنی تا آخر عمر این شخص دور خودش بچرخه و ندونه زندگی چیه و چطور گذشت، بندازش توی این بازی. این بازی وحشتناک اینطوریه که تو قطعه اول دومینو رو میندازی و این شخص مجبور تا آخر عمر ادامه دومینو رو خودش بره جلو. اسم این بازی اگر آنگاهه که اولین ضربه به این دومینو رو ترواره کمالگرایی در مغز خودم میزنه. بازی اینجوری شروع میشه: اگر کنکور قبول بشم آنگاه خوشبخت میشم. چون این با سیستم هستی در تضاده، مجبورم برم سراغ اگر بعدی. اگر ماشین بخرم آنگاه خوشبخت میشم. اگر ازدواج کنم آنگاه خوشبخت میشم. اگر بچه دار بشم آنگاه خوشبخت میشم. و این اگر آنگاه ها تا لحظه مرگ بهت اجازه تفکر و زیستن نمیدن، مگر اینکه یه جایی یه دونه از این اگرها رو ورداری تا فرصت باز بشه و یه توقف بزنی و بگی آقا کجا دارم میرم؟ برای کی دارم میرم؟ برای چی دارم میرم؟ کجا اصلا؟ اروین یالوم میگه تنها کسی از مرگ هراس داره که با حجم زیادی از این اگرها و زندگی نزیستش داره به مرگ نزدیک میشه. این شخص فقط از مرگ میترسه. اگرهای زیادی برای خوشبخت شدن تو ذهنت داری، بدون ترواره کمالگرایی روی زندگیت سایه انداخته. ضربه اول رو به دومینو زده و تو رو توی این بازی اگر آنگاه انداخته. لطفاً حواسمون به این همه اگر باشه. طبیعی نیست. تمام.